کنکورس در تاریخ تاجیکستان و در تاریخ دنیای قدیم. دوستان گرامی، قمار با نص صریح قرآن با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و اجماع امت اسلامی حرام است. قسم به الله واضح براتون میگم، هر چیزی که دارن از حساب قمار به دست آمده است حرام است. خانه ای را که از حساب قمار خریدن او حرام است. ماشینای قیمتی را که از حساب قمار خریدن حرام است. لباس هایی که در بدن دارن از حساب قمار خریدن حرام است. تلفن هاشون، هر چیزی که دارن، نانی که در خانه شون میخورن این حرام است. خیرات صدقاتی که میکنن قبول نیست. روپوش نکنن، بهانه نکنن، نگن ما مردم عمره روان میکنیم، مردم حج روان میکنیم، ما خیر میکنیم، صدقه میکنیم. ان الله طیب لا یقبل الا طیبه. الله پاک است، قبول نمیکنه مگر پاکه. فایده نداره. اگر همون مردم نان بتی الله قبولش نمیکنه. الله پاکه، الله پاکه و پاک قبول میکنه. یعنی همین قمار این ریجس است. علامه سعدی ریجس به معنی خبث میگیره، یعنی یک چیزی پلیدی است، حرام است، فاسد است. ما گناه نمیکنیم تا اینکه ثواب کنیم، ما دزدی نمیکنیم تا اینکه خیر کنیم، ما راهزنی نمیکنیم تا اینکه خیر کنیم، اینچنین قمار بازی نمیکنیم، اینچنین حرام در دست نمیزنیم بعد از کاری ثواب انجام بدیم. این حله و این مکرتانه، این روپوش هایی که میکنین، مردم تشویق ترغیب میکنین، من فقیرا را یاردم میکنم، کارهای خیر میکنم، من مردم عمره روان میکنم، حج روان میکنم. لازم نیست همون کاری خیرات. تو ضررت از فایدت زیادتره، تو جامعه را خراب میکنی. متاسفانه امروز بعضی نوارهاش هم میبینم همون قماربازا را وقتی صحبت میکنه با آنلاینی پریامای افیر موندگی صحبت کردیسه و طرف میگه که حاضر قرآن خونده استبدم، قرآن خونده استبدم، الله همین عبادتای مرا قبول کرد که اینا من ماشین بریدم. یعنی قرآن خونده استبده به سبب اینکه او قرآن خوان بوده است، یعنی ماشین بریده است. یک نفر دیگر شدیدم میاد ماشین هم میگیره با دعا میتهمورا یا الله در کسب کارت برکت بده. یک نفر دیگرش از روسیه قمار برده است، یعنی ماشین بریده است، پدرش میاد ماشین هم میگیره، مادرش با کدامش یک گوسفند میاره به همون قمار بازم. در کسب کارتون الله برکت بده، خیر برکت بینید. در چی؟ در کاری که الله حرامش کرده است، در کاری که پیامبر او را حرامش کرده است، در همین برکتش بده. خدا میزند. من سخت میگم، بگذار سخت بگم، بعضی ها را سخت نگی اینا بهش نمیآیند. خدا میزند، در خانت برکت نمیمونه. یک ماشینی پوسیدگی را حساب می قمار میبری، الله میزند، پولی 5 تا ماشین صرف میکنی، خرج میکنی. بله ایرا میگن رفتنی برکت. بله خدا میزند، یک اوری میکنی، یک پرابلم بالای سرت میآید، پولی 5 تا ایجگش صرف میکنی.